13 سال پیش با یه دختری آشنا شدم که خیلی بابایی بود. خود باباشو خیلی به ما میداد. وقتی زن من شد اون دختر پدر نداشت. براش هی سعی کردم هم جای خالی پدرشو پر کنم هم شوهرش باشم. تو شوهرشی؟ بعد این دختره چند سالشه؟ بعد 13 سال پیش چند سالش بوده مگه؟ چجوری هست؟ ده سرویس تو پدرش نیستی دیگه، تو با بزرگشی. به نظر من تو با بزرگشی. بعد چرا کفشا اینجوریه؟ این تیپ اسپورت برای این دختره چرا کفشای مکانیکا رو پوشیده؟ جدا چون کفشای مکانیکا. الان چند وقته داره به من میگه ددی. اینم به خاطر اینکه روز دختره ددی برای دختر خوشگلش خریده. زنت بهت میگه ددی؟ من نمیدونم، یعنی اون چیزایی که میگه ددی یعنی اونجا که شما هم دارین به همون فکر میکنین؟ مثلا فکر کن اونجا میگه ددی. نه هیچ.